مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با محمد جان رحیمی 24 ماه 8 سال 39. رفیق رحیمی، مکتوب 19 اوگوست نوشته‌تان 23 رسید. تاجیک سنپس بیت کوفیه فرمانش را به لنین آباد فرستاده بوده است. به من هم فرستاده بود. کوفیه به 1 اوگوست رسیده بود. من تا 12 اوگوست منتظر شدم. از بس که از لنین آباد خبری نشد، به آنجا به کنتور بین رایانی تاجیک سنپس بیت تلگراف کرده کی فرستادنش را پرسیدم. از کنتور مذکور 13 اوگوست جواب گرفتم. وای نوشته است که 11 اوگوست فرستاده شد، اما دکومنت دوبلیکات فرستاده است. من باز تا 22 اوگوست منتظر شدم، اما درک نشد. 22 به وокзал رفته از تورن کنتور تفتیش کردم. دیژورنی وокзал در آنجا بوده است. پخته تفتیش کننده دید. معلوم شد که هنوز نیامده بوده است. باز همان روز 22 اوگوست به لنین آباد تلگراف کردیم. هنوز جواب نیست. مشکلی در اینجاست که روزها کوتاه و هوا سیرون شده ایستاده است. وقتی ریموند می گذرد، ریموند را تمام کرده بچگان را هم از باغ کوچانده آوردن در کار. در این وقتی بیماشینی از باغ از 5 کیلومتر راه به مکتب رفته آمدن بچگان سهلن نیست و دیگر اینکه در باغ خانه نیست. اگر بیملال باشد و کنتور مرکزیش رفته باز یک فشنگ مانید. هنوز صحت نیافتم. معده بد است. بسیار بیقوت شدم. با وجود این در خانه نشسته به قدر قوه کار کرده ایستادم. خبر بود که دهاتی ترسونزاده و شما برای داستان نویسی می آمده ایتان. یک گفتند که 15 اوگوست می آیند و باز گفتند که 20 می آیند، اما تا حال درک نیست. سبب چی باشد؟ از رفیق دهاتی پرسید. 770 سوم در وقتش اولهای اوگوست رسیده بود. وقتی که 770 سوم پیریواد آمدن را فهمیدم، خرسند شدم که این پول ناگهانی و غیر چشم داشت از آسمان افتیدگی برین از کجا آمده باشد. بعد از آن که فهمیدم که از شماست، خرسندی تمام شد، چون که رومال ها از پول ضرورتر بودند. اهمیت نداشت. خوب، وقتی که نشده است چی علاج میکردید؟ و رفیقان دهاتی، اولوغزاده، ترسونزاده و دیگرها سلام رفیقانه. عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز
و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. با عبدالسلام دهاتی و میرزا ترسونزاده. 5 ماه 10 سال 39 سمرقند. رفیقان دهاتی و ترسونزاده، میبینیتان که سرعت غیر طبیعی کارهای ایجادیات ادبی را چقدر خراب میکند. حتی تعبیرهای عادی کوچگی زندگی هم در آن گونه فرصت به خاطر کس نمیرسد. حاضر به خاطر من رسید. در وقت غارت شدن سنگین اولین بار در بالای کوه بیتی را که در حق قلندر بود به این طریقه نویسیتان: قلندر نظام دوست گویان، به نام دوست حق خیش جویان. و نیز در همین پارچه مصرعی که کلمه مظلم داشت به این گونه تحریر کرده شود: در ابر ناامیدی گشت پنهان. من این سحر دفتر یکم را از نظر گذراندم. به فهم من تصویر باغ سفربای از تصویر باغ کلخازی با قوت‌تر شده است. در وقت نوشتن توصیف باغ سفربای بلند برآمدن تصویری وی رفیق ترسونزاده قید کرده بود، اما ما در آن وقت به امید از وی بلندتر برآوردن تصویر باغ‌های کلخازی تصویر باغ سفربای را به جایش گذاشته بودیم. لیکن شب که 2 تصویر در یک جا خوانده شد، فرق تصویر باغ سفربای از باغ‌های کلخازی به طرف بلندی نمایان گردید. بنابر همین ملاحظه من تکلیف میکنم پارچه‌ای که در تصویر باغ سفربای نوشته شده است با مصرعی رسانده حاصل مثل حلوا تمام کرده شود. مصرع‌های باقی مانده این پارچه با این تحریری زیر: به شاخ هر نهالش میوه‌ای تر، چو بر روی عروسان است زیور. به لذت خربزه هایش مثل شد، که گویا در پلک تنگی اصل شد. زی انگورش مپرسید این که چون است، درخشان است و مرواریدگون است. یعنی با تغییر دادن جمله ها از ماضی نقلی دور به ماضی نقلی شهودی در پارچه تصویری باغ‌های کلخازی پیش از سر کردن تصویری باغ‌های لنین‌آباد به طرز تصویری عمومی درآورده شود. به همین مناسبت مثل یک ملاحظه اساسی درباره ایجادکاری ادبی میگویم: هر اثری ادبی، خواه نظم باشد خواه نثر، در دست افطر یا افطرها بعد از تمام شدن تحریر آخری اگر کلانتر باشد 1 سال و اگر پارچه خردترک باشد 1 ماه لازم است که ماند، وگرنه در اثر چنان نقصانهای میماند که خواننده را به خنده میآورد. به عباره دیگر در رفت کار ایجاد ادبی مضمون قطعه زیرین را دستورالعمل کردن لازم است که گفته شده است: خاک مشرق شنیدم که شود به 40 سال کاسه چینی، 100 بروز زنند در بغداد، لاجرم قیمتش همه بینی. به سلام رفیقانه عینی. علاوه مسوده تصویر باغ کلخازی در دست من نمانده بوده است، وگرنه مصرع‌های در بالا نقل کرده شده را در جایی در کاریش درآورده می فرستادم. عینی. علاوه دیگر اما در موضوع دیگر. من این سحر صحیفه را که قزل ازبکستان به خوارزمی و محبت نامه او بخشیده است خوانده برآمدم. قزل ازبکستان 3 اکتبر سال 1939 رقم 4605 227 صحیفه 2. گازیتا در این صحیفه از طرف خود مقاله درج کرده است. من از آن مقاله الهام گرفته
میگویم که در روزهای تیاری به عید 10 سالگی تاجیکستان یا عموما در زیر عنوان تحقیقات ادبی درباره تاریخ ادبیات تاجیک مقاله نوشته. در آن مقاله ضررهای رسانده دشمنان خلق را در خصوص تاریخ ادبیات و مدنیت تاجیک قید کرده صحیفه را به ناصر خسرو بخشیده برآوردن در کار است. در این خصوص به قدری که از دستم می آید من هم یاری خواهم داد. عینی. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت